درود فراوان خدمت همه شما همراهان مهربان و دوست داشتنی کانال روزاندیش با یکی دیگه از سری ویدیوهای ترید توسط نکات روانشناسی کندل ها و کمک گرفتن از سیگنال های دلتا ریور همراهتون هستم. میخوایم چند تا ترید در بازار اصلی انجام بدیم و سعی کنیم یک سری نکات رو در کنار هم مرور کنیم. پس پیشنهاد میکنم تا انتهای ویدیو با من همراه باشید. خب عزیزانی که همیشه همراه کانال هستن میدونن پلیلیستی در کانال وجود داره به نام تحلیل حجم کندل ها که تو این پلیلیست ویدیوهای مختلف ترید با تحلیل حجم و سیگنال های خصوصا دلتا ریور قرار داده شده. امروز میخوام طبق روال این پلیلیست چند تا ترید با استفاده از نکات روانشناسی کندل ها و کمک گرفتن از سیگنال های دلتا ریور انجام بدم. قبل از شروع ویدیو اگر دوست داشتید کانال رو سابسکرایب بکنید و لینک چنل رو برای کسانی که علاقه‌مند به فعالیت هستند ارسال بکنید. حتما عضو کانال تلگرام و اینستاگرام روزاندیش بشید. نکات خوبی رو میتونید از این کانال ها دریافت بکنید. خصوصا هایلایت های کانال اینستاگرام میتونه شما رو راهنمایی بکنه. اما لینک های ثبت نام بدون فیلتر به همراه لینک یک سری از ویدیوهای مهم رو میتونید در قسمت توضیحات و دسکریپشن زیر تمام ویدیوهای کانال پیدا بکنید. بیشتر از این وقت ارزشمندتون رو نمیگیرم. بریم سراغ ویدیوی امروز. خب عزیزان فکر نمی کنم نیازی باشه که دوباره راجع به روش نصب دلتا ریور بخوام توضیح بدم. فقط این رو باید بگم که امکان دیتا گرفتنش از سرور داخلی خودش به خوبی کار میکنه و دیگه شما نیازی ندارید که بخواید به متا تریدر متصلش بکنید. هم سیستم سنگین میشه، همین که در واقع کندی به وجود میاره و هم میتونه لگ پیدا بکنه دیتایی که از متا تریدر میخونه. یک مقدار دلتا ریور عقب‌تر هست به نسبت بروکرهای باینری. اگه دقت بکنید کندل که حرکت میکنه بعدش دلتا ریور حرکت میکنه و این را هم مد نظر داشته باشید که ممکنه تفاوت در شکل کندل ها در دلتا ریور گاهن با کندل های بروکرهای باینری ببینید. اون هم دلیلش رو بارها توضیح دادم، چون این به یک مرجع و سرور متصله و این به یک جای دیگه و نمیشه در واقع اینها با هم هماهنگی داشته باشن. مثل مثالی که روی متا تریدر براتون زدم برای یک جفت ارز. پس سرورش به خوبی کار میکنه و دیگه خودش مستقله، نیازی به متا تریدر ندارید. هنوز هم رایگانه و میتونید از امکاناتش به صورت رایگان با ساخت یک اکانت استفاده بکنید. بعد استفاده ازشون ویدیو رو حتما باید ببینید که چطور باید نصب و راه اندازی بکنید. سیگنال های 100% نیست چون ما اصلا 100% نداریم، اما به عنوان مثال میگم تو همین صفحه که سیگنال داده، سیگنال استو بار داده، کندل بعدی قرمز شده. میبینید با سیگنال استو بار داده کندل بعدی سبز شده. اینجا سیگنال فلش رو نمایش نداده ها، فقط ما چی داریم؟ POC پوینتمون روی یا نزدیک به اوپن پرایس کندل، اما کندل بعدی قرمز شده. صبر بکنید. خب فقط از سیگنال های استفاده بکنید که خودش فلش رو به شما میده. این دقت رو بیشتر میکنه. ما قبلا فقط به POC پوینت دقت میکردیم، فقط هر جا پوینت آف کنترل رو میدیدیم میگفتیم سیگنال داریم، اما جاهایی که خودش فلش رو نمایش میده دقت سیگنال بیشتر میشه. ضمن اینکه بچه‌ها میتونیم به رنگ POC پوینت دقت کنیم. کجا؟ روی کلوز پرایس کندل. حالا با اون ویدیوها رو ببینید دیگه. حدوداً بیش از 3 سال پیش بود که ما دلتا ریور رو توی روزاندیش برای اولین بار معرفی کردیم. الانم فکر نکنم ندیدم کسی دیگه استفاده بکنه. باز هم فقط توی روزاندیش داره دلتا ریور معرفی میشه و در کنار تحلیل های دیگه‌تون با نکات روانشناسی کندل ها یا حالا استراتژی معاملاتی که دارید سیگنال هاش میتونه کمک کننده باشه. ببینید الان خودش فلش رو داده، سیگنال استوب بار داده و اگه نگاه بکنید پوینت آف کنترل هم سبز رنگه. این میتونه برای من یک نکته باشه که ببینم میتونم وارد ترید بشم.
فقط موضوعی که هستش اینه که بازار باز هم بازار مین مارکت به شدت نوسانیه. ببینید و دیگه دیدم نمیشه صبر بکنیم تا فعلا بخواد شرایط چارت مین مارکت یا مارکت فارکس درست بشه و ما زمانی سیگنال رو گرفتیم که این کندل بالا اومده و روی لول بود و در ثانیه آخر قرمز رنگ شد، پس نباید ترید میکردیم. حالا اشکال نداره، صبر میکنیم. ببین چه نوسانی داره، خیلی عجیبه. من نمیدونم تو این ویدیو بتونم نتیجه کافی رو بگیرم یا نه به خاطر نوسانی بودن شدید بازار فارکس و مین مارکت، اما سعی میکنم که حداقل نکات رو منتقل بکنم که برای بچه ها دوره بشه. ببین سیگنالی که دلتا ریور داده بود درست بود و کندل از کجا به کجا برگشت. خب سیگنال ما الان سیگنال بریک باره، ببینید روی مرکز کندله، یعنی ما 50-50 نمیدونیم از باید وارد خرید یا وارد فروش بشیم طبق چیزی که رو دلتا ریور داریم. اینجا یک پوشای سعودی ساخته، خیلی هم حجم کندل بزرگیه، اما اگه نگاه بکنید سایش با بدنش برابره. نمیتونیم بگیم کندلمون هم از نوع MRS هستش، احتمالاً ادامه دهنده خواهد بود. ضمن این که بچه ها ببینید کندل رو، به این هم دقت بکنید که بیشتر حجم کندل رو خریدارها و حجم معاملات خرید در بر گرفته و بخش کمیش رو فروش. یعنی این هم به عنوان یک نکته و یک فکت براتون باش. این سیگنال باید، یعنی این کندل باید ادامه میداد. اولین این که الگوی پوشای سعودی داشتیم، میلش اینجا سبز رنگ، هیستوگرامش سبز، بیشتر حجم کندل رو خریدارها در واقع در بر گرفتن و باید کندل بعدی سبز می شد. اما به هر حال ما در یک مارکت نوسانی هستیم، روندش هم داره نزولی میشه. البته اینجا یک سلرز اریا ما داریم. خب یه مقدار باید صبوری بکنم برای این ویدیو تا سیگنال خوب به من بده. فعلا هم باز سیگنال بریک باره و حتی پوشینگ این دایرکشن هم نیست. اینجا چی؟ اینجا ما یک لول افکتیو داریم ولی محدوده بزرگیه. من جفت ارزهای دیگر رو هم چک کردم، متاسفانه حالا الان GBP به USD هم تقریبا مثل اونه، USD به JPY. ببینید متاسفانه همچنان بازار بد مارکت و وحشیه. ببینید شکل کندل ها رو. و منتظر میمونیم تا موقعیت های خوب پیدا بکنیم، عجله نمی کنیم برای ورود به ترید. الان داره سیگنال پشتبار به من میده، خیلی جای خوبی نیست برای ورود به ترید. خیلی هم فست مومنتوم داریم. بذارین این پوزیشن بسته بشه، من به دنبال یک موقعیت دیگه، یک جفت ارز دیگه باشم. اینطوری اصلا نمیشه ترید کرد. این ویژگی بد مارکت بچه ها هیچ ربطی هم به بروکرها نداره. چارت اصلیه، چارت فارکس. ببین ما اصلا در OTC نوسان این شکلی خیلی کم میبینیم و کندل ها به این صورت سبز و قرمز بشن با این حجم و بزرگی. ببین چه سایه ای زد، الان دوباره اومد پایین. و متاسفانه این رو کارش نمیشه کرد. ما شرایط بدی رو در جهان داریم تجربه میکنیم.
یکم دیگه بره بالا. بسیار عالی. این چند ثانیه هم تحمل کنه. ببین چطور تو 1 ثانیه. بذاریم من بگردم ببینم یک چارت آرامتر میتونم پیدا بکنم و این طرف دلتا ریور رو هم میریم روی اون چارت. OUD به USD شاید. خب در دلتا ریور من این سمت خب روی چارت OUD به USD اومدیم. یک روند نزولی، یک کندل بیگ کندل، سیگنال استوباره. ولی بچه یه نکته رو ببینید، حجم کندل تماما قرمزه و میله هیستوگرامش هم قرمز رنگه. دلتا ریور هم به ما فلش نداده، پس اگر قرار از سیگنال دلتا ریور کمک بگیریم ترید نمی کنیم. روندمون هم نزولیه و فروشنده ها تلاش میکنن که به مسیرشون ادامه بدن. صبر میکنیم. دیدین کندل قرمز رنگ شد. من وارد پوزیشن لوور شدم. نگاه کنید روندمون روند نزولیه. یک روند نزولی داریم. اینجا یک بریش مومنتوم داریم. نکته ای که هستش کندل قرمز رنگ لوی بالاتر از کندل قبلی ساخته و نیو لو نساخته. این ریسک ترید ما رو بیشتر میکنه و از این سمت دلتا ریور سیگنال فروش داده. POC پوینت هم روی اوپن پرایس کندل. به همین خاطر وارد ترید لوور شد. ببینیم تو این چند ثانیه چیکار میکنه با این نوسانی که داره. بسیار خوب. حالا ببینید به من استوب بار داده. بچه به این نکته دقت بکنید. اما من میبینم که بدنه کندل رو فروشنده ها حجم فروش در بر گرفته و میله هیستوگرامش هم قرمز رنگ. نکته ای که هستش، حالا ابعاد اینجا درست نشون نمیده که تو دلتا ریور ابعاد رو ما اینجا داریم. ناترازی حجم رو داریم، یعنی کندل با اینکه بزرگتر شده هیستوگرامش کوچکتر شده. پس این میتونه یک آلارم باشه که میتونه روند برگرده علاوه بر سیگنالی که دلتا ریور داد و این اتفاق هم افتاد. خب الان من سیگنال خرید دارم ولی در خلاف جهت رونده. 1 2 3 4 5 الگوی 7 کندلی رو اینجا داریم. کندلمونم لوی جدید رو ساخته. نگاه کنید اینجا فقط افکتیو لول برای ما ساخته و نیو لو زده. من چرا ترید خرید زدم؟ من نگاه کردم به سیگنال دلتا ریور و میله حجم کندل و این سمت هم لول افکتیوی که برای من ساخته بود. من با این دلایل وارد ترید خرید شدم. باید ببینیم که با توجه به اینکه در خلاف جهت روند ترید کردیم و روی الگوی 7 کندلی هم بودیم میتونیم این پوزیشن رو بگیریم یا نه. خب گپ بین کندلی به نفع من شد. اینجا گپ های بین کندلی خطرناکن و این رو الان ما کجا داریم؟ نگاه کن اینجا مشخصه.
در مارکت اصلی داریم بچه، در مین مارکت، نه در بازار OTC. حالا این گپ بین کندلی یه وقتی هست شما خرید زدی، خب گپ بین کندلی به وجود میاد، میپره بالاتر مثل اتفاقی که اینجا افتاد و به نفعتون میشه. یک وقتی از شما خرید زدی، گپ بین کندلی یک پرش رو به پایینه و به ضرر شما میشه. این چیزی که در چارت وجود داره و تو باینری به چشم میاد. حالا کسایی که تو فارکس و رمز کار میکنن، این گپ ها خیلی روی پوزیشن هاشون اثرگذار نخواهد بود. ما سیگنال خرید رو با فلش دلتا ریور داریم. هیستوگرامش هم از هیستوگرام کندل قبلی بزرگتره. بدنه کندل بزرگتر شده و هیستوگرامش هم بزرگتر. رنگش هم سبزه. بدنش رو هم حجم بیشترش رو خریدارها در بر گرفتن، پس میتونه ادامه دهنده و باعث بشه کندل بعدی سبز بشه. حالا اینجا باید دید، چون ما یک چی داریم اینجا، یک FVG داریم که به این شکله، یعنی ازش عبور کرد. باز یک سیگنال ادامه دهنده زده، ولی من اینجا فقط یه ذره چون بیگ کندل شده ریسک ورود به ترید دارم، با مارجین آف سیفتی وارد ترید هایر شدم. خب من میبینم که مومنتوم برای من تشکیل شده، درسته؟ کندل من از نوع MRBه، این رو هم که نکتهشو گفتم میدونید. کندل هم بیگ کندل، یعنی بزرگتر از کندل های دیگه، به یک باره یک کندل سبز زده، این ریسک برگشت روی کندل بعدی رو ایجاد میکنه. اما دلتا ریور به من سیگنال خرید داده، هیستوگرامش هم سبز رنگه، بدنه بزرگتره از سمتی، اگر دقت کنید هیستوگرامش هم بزرگتر از هیستوگرام کندل قبلیه و این باعث میشه که ما تصمیم بگیریم وارد خرید بشیم. کل بدنه و در واقع این کندل رو هم خریدارها در بر گرفتن، حجم خرید داریم. بسیار عالی. دیگه بسته شده دیگه، حالا هر چی زور بزنه. خب حالا کندل هایی که به این شکل داریم، اگر با دلتا ریور دارید کار میکنید، یعنی سیگنال میخواید بگیرید، دقت نکنید، یعنی صبر بکنید تا کندل با بدنه مناسب تر بزنه. چون ببینید فاصله POC پوینت بخوایم حساب بکنیم یک واحده، یعنی میتونه پایین کندل یا بالای کندل با یک اشتباه محاسباتی قرار بگیره و کندل بلا تکلیفه دیگه. به همین خاطر اگر صبر بکنید بهتره. هرچند اگر بخوایم با نکاتی که قبلا گفتم ترید بکنیم، ببینید POC پوینت روی کلوز پرایس کندله، یعنی سیگنال چیه؟ استوب بار، یعنی باعث میشه کندل بعدی قرمز بشه و باز سیگنالش درست بوده. خب الان سیگنال استوب بار به من داده، ولی حجم کندل میبینید بیشتر قرمز رنگه، هیستوگرام و میلش هم قرمزه. پس من ترید نمی کنم، صبر میکنم. ممکنه کندل بعدی سبز رنگ بشه، ولی ما ریسک نمی کنیم، صبر میکنیم. پس یادتون نره به رنگ در واقع POC پوینت توجه بکنید. اگر میخواید خیلی دقیق عمل بکنید، منتظر تشکیل درست رنگ بر مبنای سیگنال. ببین کندل بعدی سبز شد، یعنی درست تشخیص داده بود، ولی به هر حال ما ریسک نکردیم که وارد ترید بشیم. به رنگ هیستوگرام ها دقت بکنید، به رنگ POC پوینت دقت بکنید و اینکه بدنه کندل رو چه حجمی در بر گرفته، خریدارها یا فروشنده، یعنی دلتامون چی در میاد اینجا. سیگنال ادامه دهنده بوده، هیستوگرامش کوچکتر از کندل های قبلیه، POC پوینتمون هم که برای سیگنال ادامه دهنده بوده قرمز رنگه.
سبز نیست. میبینید کندل بعدی اومده پایین، در صورتی که دلتا ریور داره به من میگه کندل بعدی سبز رنگ میشه. منتظری یک سیگنال خوب و مناسب استوب بار. البته الان دیگه شد بریک بار، یعنی بلا تکلیف. خود کندل هم یک کندل بزرگ ماربوزه، باز بلا تکلیفه، چون در بین روند نیست که من بگم باعث برگشت، باعث ادامه روند میشه و روی لول هم نیست که بگیم باعث برگشت میشه. خب این الان حکم یک کندل بلا تکلیف رو داره و دلتا ریور داره به من میگه آقا کل بدنه این رو فروشنده ها در بر گرفتن، کلوز پرایسش هم حجم فروش داریم، هیستوگرامش هم قرمز رنگه، ولی کندل بلا تکلیفه. POC پوینت نزدیک به مرکزه، میتونه ادامه داشته باشه، فروشنده ها وارد چارت بشن، میتونه 1% باعث برگشت بشه و خریدارها وارد عمل بشن. باز داره به من میگه آقا اینجا استوب بار داری، نگاه کنید فلش نداده، هیستوگرامش ناترازی نداریم، نگاه کنید کندل کوچیک شده، هیستوگرامش هم کوچیک شده. خب پوزش میخوام. یه نکته یادم افتاد توی ویدیوی تشخیص حجم و شتاب حرکت راجع به سیگنال های ولیدیبل آنومالی هم صحبت کردیم که گفتیم که اگر ولیدیبل باشن میتونن باعث ادامه حرکت بشن و اگر آنومالی باشن باعث برگشت. حالا تو ترید دو سه تا ترید قبلی بود این نکته رو گفتم. اگر اینجا نکته‌ای در این مورد داشتیم سعی می‌کنیم ازش استفاده بکنیم. نگاه کنید ما یک لول داریم اینجا، یک زون داریم. POC پوینت ما روی کلوز پرایس کندله، فرصت نداد انقدر سریع حرکت کرد اصلا نشد توضیح بدیم. روی کلوز پرایس کندله و من در کنار هم اینجا POC پوینت دارم، اینجا میبینید اینجا، پس من اینجا یک لول دارم بچه ها. از روی POC پوینت ها هم میتونیم بفهمیم که یک زون و لول پرقدرت دیده میشه. بذاریم ببینم چارت بقیه چطوره. خب همشون افتضاحن همچنان. من چارت یورو به USD رو بیارم، اجازه بدین. اومدیم روی چارت یورو به USD. بذاریم من مولتیپلایر رو هم بکنم 3. هرچی مولتیپلایر رو بیشتر میکنید کندل ها رو فشرده تر میکنه، اما از یک حدی بیشتر بشه کلا به هم میریزه، هم شکل کندل ها هم دیتا. در اصل مثلا چیزی که خودش داره باید روی 1 باشه، ولی خب ببینید چه حالتی میشه. کندل ها اینطوری میشن چون دیتا زیاد داره دیگه و هی باید بالا پایین بکنید. من میذارم همیشه روی 0.3. تازه شاید 0.3 حتی زیاد باشه براش، ولی خب به هر حال 0.3 یا 0.2 هم میتونیم بذاریم. از این بغل هم من میتونم با نگه داشتن کنترل ببینید به این شکل فشرده کنم. خب اینجا لول داریم، این هم داره به من سیگنال فروش میده. میخوام که از سیگنالش استفاده بکنم. فلش خود دلتا ریور فلش رو نمایش نداد. روی یک لول بودیم، در یک محدوده کانسولیدیشن اریا بودیم، الگوی گرین رد رو هم داشتیم و دلتا ریور هم به ما گفت که پوینت آف کنترل روی کلوز پرایس کندله و استوب بار داد.
و ما همه دلایلمون برای فروش بود، اما خب به هر حال دیگه صبر میکنیم. مارکت به شدت هیجانیه، اصلا فرصت ورود به ترید نمیده. به نظرم اتفاقی رخ داده، این یه دفعه داره به این شکل رشد میکنه. بعد وایسیم سیگنال استوباره، سایه کندل بزرگ، کندل الان MRS اما هیستوگرام سبز بزرگی داره و این گپی که وجود داره بچه ها قبلا هم بارها راجبش صحبت کردم. نگاه کنید، بذارین این رو توضیح بدم. روندمون که میبینید سعودی از پایین، حالا دیگه نمیکشم. خب کندل MRS درسته، اما اگه یادتون باشه تو روانشناسی کندل متد 2022 راجبش توضیح دادم. وقتی سایه به این بزرگی داریم یعنی ما اینجا خریدار داریم، اینجا هم خریدار داریم و فروشنده ها اینجا، و خیلی مارکت علاقه داره که اینجا رو پر بکنه. درسته الان این که میگه آقا این که سل داده بود کندل بعدی هم قرمز شد دیگه، پس چرا میگی؟ ولی بارهای بار اتفاق افتاده که چارت به مسیرش ادامه داده و این فاصله رو سعی کرده این سایه رو پر بکنه، سایه به این بزرگی رو. به همین خاطر ریسکه و نباید وارد ترید بشید، باید صبر بکنید. الان به من سیگنال میخواستم با مارجین آف سیفتی ترید کنم، حالا وارد ترید هایر شدیم. میبینید سیگنال خرید داده دلتا ریور، پوینت آف کنترلمون هم روی کلوز پرایس کندله، فقط میله و هیستوگرامش کوچکتر شده و قرمز رنگه. و اگر نگاه کنید روندمون هم سعودیه. ما در جهت روند بر مبنای سیگنال دلتا ریور و محل پوینت آف کنترل وارد ترید هایر شدیم. بسیار عالی. ببینید خیلی کمک کننده است. من این رو قبلا هم گفتم، درست سیگنال هاش توش خطا داره. اولا که اصلاح نداره، چون این دیتا رو داره بر مبنای حجم میگیره. یعنی چی؟ یعنی اینکه وقتی پوینت آف کنترل اینجاست، کندل بسته میشه و سیگنال فروش داده و کندل بعدی سبز میشه، این اصلاح نشده بیاد این فلش رو بذاره زیر پوینت آف کنترل رو جابجا بکنه، مثل بعضی از اندیکاتورهایی که در متا تریدر داریم. شما با نگاه میتونید بفهمید که چند تا سیگنالش درست بوده، چند تاش غلط بوده. پس این نکته رو یادتون باشه که از سیگنال های استفاده بکنید که فلش رو براتون میگذاره. وقتی فلش، اینم بگم، وقتی فلش به صورت کج هستش و اینطوری خط زیرشه، یعنی سیگنال تا 70% قطعیت داره. وقتی فلش به این صورته، یعنی یک فلش رو به پایین و خط، یعنی که اطمینان زیادی برای سیگنالش داره. اما بیشتر از اون زمانیه که من قلمم رو روشن نکردم، با مس دارم میکشم، خیلی سخت. 2 تا فلش رو به پایین و یک خط زیرش داریم، یعنی دلتا ریور داره میگه من دیگه خیلی مطمئنم از سیگنالی که بهت دادم. اگر نمونهش رو پیدا بکنم، خیلی کم هم هست، نمیذاره، برمیگرده. حالا آره، سیگنالی که به صورت 2 تا فلش و خط هستش، یعنی دیگه داره یک مهر تاییدم روش میزنه که کارش حرف نداره. ببین الان باز میخوام بهتون بگم،
اینجا به من گفته که آقا کندل بعدی میاد رو به پایین، ولی من راجع به این سایه ها بهتون گفتم که ممکنه بخواد این سایه رو پر بکنه. به خاطر همین برای ورود به ترید عجله نکنید. خصوصا ببین بچه ها این رو دقت بکنید، خصوصا وقتی که همجهت با روند، یعنی ما روند سعودی داریم. فکر نگین ای آقا اینو برید ویدیو روانشناسی متد 2022 رو ببینید، من راجع به این موضوع صحبت کردم. وقتی در روند سعودی، روند مومنتوم، من کندل اینطوری دارم، خیلی باید مراقبت بکنم، چون احتمال داره این سایه رو، این فاصله رو پر بکنه. حالا دلتا ریور به شما میگه بفروش، نمیدونم از این ور میگه آقا این کندل MRS دیگه، خودتون گفتین. گفتم تو MRS MRB هم گفتم بچه یک استثنایی وجود داره که باید مراقبت بکنی، یا در روند نزولی وقتی یک کندل اینطوری دارم سایه بزرگی داره، باز میتونه این فاصله رو پر بکنه، یعنی نقش یک کندل ادامه دهنده رو برای ما بازی میکنه. کندل اسپینینگ تاپ بلا تکلیف، پوینت آف کنترل وضعیتش مشخص نیست، صبر میکنیم. فلشی که گذاشته بود رو حذف کرد. خب پس منم دیگه از سیگنال استفاده نکردم. چرا؟ چون که میبینید کندل قرمز رنگ سایه بزرگ داره، گپ و فاصله تا لول بعدی هست، ممکنه بخواد بیاد اون گپ رو پر بکنه. پس من صبوری میکنم تا بتونم یک موقعیت بهتر پیدا کنم. من با مارجین آف سیفتی، ایجاد ناحیه امن، وارد ترید لوور شدم. دلتا ریور به من سیگنال فروش داده، فلش رو هم داریم میبینیم و احتمال برگشت کندل و تشکیل کندل قرمز رنگ طبق سیگنال دلتا ریور وجود داره. از این طرف ما یک الگوی پوشای سعودی داریم. خب روی محل ورود به ترید بسته شد. اینجا در اصل ترید با ناحیه، ایجاد ناحیه امن ما رو نجات داد بچه ها. ببینید تازه الان شروع کرد به ریزش. مارکت بد مارکت نوسانی این چیزها رو هم داره دیگه. در چارت سالمتری وقتی ترید بکنیم تحلیل هامون هم قطعا دقیق تر میشه، اینو یادتون نره. بسیار خوب عزیزان، فکر میکنم کافی باشه. اگر خواستید از دلتا ریور استفاده کنید حتما در محیط دمو روی سیگنالاش تمرین داشته باشید، سعی بکنید با تحلیل های خودتون همراه بکنید و به کار ببرید به عنوان یک کمک کننده، نه اینکه فقط بخواید قطعا با سیگنال های خودش وارد ترید بشید. مراقب خودتون باشید. تمرین، مدیریت سرمایه، کنترل احساسات، نکات کلیدی برای موفقیت در بازار. شما بهترینید. تا ویدیوی بعد، خدا نگهدار.